سلام مخلصان برنامه سالمی اویلا تیجی. امروز ما به شما درباره نوگونی خیلی خوب و علامتی معلومات میدهیم. همگان خوب میدونند که ویروس اسپید بیماری تبابند نشونده و خطرناک است، ولی طبیب ایرانی آرش علایی در شبکه‌های اجتماعی نواری را پخش کرده میگوید که دیگر این بیماری تبابند نشونده نیست و شخصانی که گرفتار به این ویروس هستند اگر تبابت ضروری را بگیرند مثل دیگر انسان‌ها حیات خوشبختانه را به سر میبرند. دوستان گرامی، درود بر شما. لطفاً تا آخر ویدیو ملاحظه بفرمایید. این روزها به سبب پیشرفت علم بیماری ویچ اسپید، HIV ایدز یا ویروس نارسایی مسئولیت بدن دیگر بیماری خوفناک یا کشنده‌ای نیست، بلکه با تبابت این بیماری میتوان طول عمر مفید و با کیفیت مانند سایر اهالی داشت. قبل از همه شما رو به برنامه خوش آمدید میگیم. پروفسور آرش علایی. به همگان معلوم است که ویروس ویچ اسپید بیماری تبابند نشونده به شمار می رود در تمام جهان، ولی در شبکه‌های اجتماعی شما نواری را پخش کردید که گویا این بیماری دیگر تبابت شونده نیست و شخصانی که به این ویروس گرفتار شدند می توانند اگر تبابت ضروری را بگیرند مثل دیگر انسان‌ها حیات مقرری را به سر برند. شما برای این گفته‌هایتان چی دلیل دارید؟ درود بر شما و بینندگان و شنوندگان برنامه شما. ببینید، ما باید معلوماتمان را بروز کنیم. این بیماری 40 سال پیش تبابت نشونده بود. آهسته آهسته با پیشرفت علم داروهایی پیدا شد که بتواند بیماری را تا حدودی کنترل کند. امروز ما دسترسی به داروهایی داریم که بسیار ثمرناک است و میگوییم بیماری HIV ایدز، بیماری ویروس نارسایی مسمومیت آدم تبابت شونده است، ولی این تبابت نشان از آن ندارد که پوره از بین می‌رود. این تبابت نشان از آن دارد که شخص دیگر دچار مشکلاتی که سبب فوت یا سبب بستری شدن آن در بیمارخانه بشود نیست. پس بیماری کرونیکی تبابت شونده است. بله، پیش از همه میتوانستیم بگین راه‌های اولی که یک انسان سرایت میشود به این بیماری کدام راه هستند که برای اون خود را پیشگیری نمایند؟ عزیزان باید توجه داشته باشند که راه گذرش یا راه انتقال بیماری یک علاقه جنسی در صورتی که از ریفولا یا پرزرواتیو استفاده نشود میتواند باعث انتقال شود. دوم، خون و هر چیزی که با خون در تماس باشد، مانند وسایلی که مثل سوزن یا سرنگ، مانند وسایلی که در آرایشگاه‌ها یا کاشانه‌های پست استفاده می‌شود، هر چیزی که از سطح پوست بگذرد و با خون در تماس باشد می‌تواند سبب انتقال شود. و سوم، از مادر حامله در زمان حاملگی، در زمان زایمان و زمان سینه مکانی. این سه راه اصلی انتقال بیماری است. یعنی بازن که سرایت یافته است به بیماری اسپید، اون می‌تواند که فرزند سالم به دنیا آورد؟ اگر تبابت کنند هم می‌توانند عائله دار شوند، افرادی که با ویچ زندگی می کنند. در صورتی که تبابت بر وقت کنند می توانند عائله دار شوند و می توانند فرزنددار شوند و معلومات جهانی نشان می دهد که یگان مادری که تبابت بر وقت گرفته است بیماری را به نوزادش سرایت نداده است. یعنی به شخصی که به این بیماری گرفتار شده است در یک خانه خوب کردن میگذرد؟ اگر تبابت کرده باشند نمیگذرد. برای همین است که میگوییم بیماری ونما یا ویروس نارسایی مسمومیت آدم ویچ اسپید تبابت شونده است. پس اگر شخصی بیماری را در بدنش داشته باشد، ما میگیم با ویچ اسپید یا با ونما زندگی کند، تبابت بر وقت بگیرد، حتی یک جا خوابیدن هم، علاقه جنسی کردن هم بیماری را نمیگذراند. شما در نواری که پخش کردین گفتین که شخصی که به این بیماری گرفتار می شود اولا از نشانه‌هاش نمیفهمد که به این بیماری گرفتار شده است. ببینید، خیلی مهم است که بینندگان شما توجه داشته باشند. شخصانی که به بیماری گرفتار می شوند می توانند سالها بدون نشانه و علامت باشند، ولی بیماری در بدنشان هست، ویروس دارد بدن آنها را از بین میبرد و بیماری به شخصان دیگر میگذرد. چون خودشان نمیدانند بیمار هستند تبابت هم نمیگیرند. برای همین است که ما از شما و بینندگان عزیز تقاضا میکنیم نگاه نکنید که آیا نشانه‌ای دارید یا نه، حتما بروید و آزمایش تست HIV ایدز یا ویچ اسپید را بدهید، برای اینکه میتواند شخص از 2 سال تا 10 سال بدون یگان نشانه باشد و بیمار هم باشد.
یعنی تفسیر شما به همه بیماران همین است؟ به همه اهالی این است، نه بیماران. آنهایی که بیمار هستند وقتی که وضعیت خود را میدانند آنها باید بیان به طبابت، چون طبابت ثمرناک است. لیکن آنهایی که نمیدانند، هیچ گونه نشانه ای ندارند، آنها هم باید بروند و از تست ویچ بگذرند. اگر بیمار بودند نگران نباشند، ترس نداشته باشند. ما طبابت‌های استاندارد بین‌المللی در جمهوری تاجیکستان داریم که همگی بی پول است. حکومت تاجیکستان بسیار کوشش کرده است که در تمام ناحیه‌ها این طبابت در دسترس باشد، می توانند بیایند و به طبابت، به قید طبابت بگیرند و مانند سایر اهالی زندگی کنند. طبیبان میگویند که ویچ اگر کهنه شده به اسپید تبدیل یابد به یک بیماری کشنده تبدیل می‌یابد و یعنی به چنگال مرگ میبرد انسان‌ها را. شما در این اندیشه چی نظر دارید؟ سپاسگزارم از اینکه این سوال را مطرح کردید. ویچ یا HIV عامل بیماری، سبب بیماری است. سبب بیماری یک ویروسی است که مسئولیت انسان، مسئولیت آدم را پس می‌کند. ایدز یک مرحله از بیماری است. آخرین مرحله بیماری برای شخصانی که طبابت نکرده‌اند به حالتی میرسد که بیماری‌های دیگر را هم میگیرد و فوت می‌شود. پس مهم این است که ما بدانیم با یک بیماری در جنگ هستیم که آن بیماری اگر طبابت نکنیم خطر فوت دارد. پس لازمه آن این است که طبابت کنیم. کی را طبابت میکنیم؟ باید بداند وضعیت ویچ اسپیدش چیست، وضعیت ونماشید. پس مرحله اول این است انجام تست، تشخیص، بعد دریافت و کسانی که دریافت میشوند هر چه سریعتر طبابت. و اگر طبابت کنند هیچ نگرانی نیست، چون ما دیگر امروز فوت به سبب ویچ اسپید یا ونما در شخصانی که طبابت میگیرند دیگر نداریم. شما اهالی رو برای طبابت دعوت میکنین، پس این طبابت رایگان است در تاجیکستان؟ بسیار مهم است که اهالی و بینندگان بدانند که در سراسر جمهوری تاجیکستان وزارت تندرستی فعالیت‌هایی کرده است که در تمام ناحیه‌ها مرکزهای ونما، متخصصین تجربه دار تحصیل کرده وجود دارند که خدمت رسانی آنها رایگان بی پول است و طبابت ویچ اسپید، طبابت ونما در سراسر جمهوری تاجیکستان بی پول است. پس نگران از این نباشند که پول دارو چه می شود، پول طبابت چه می شود، همه رایگان است. نکته مهم این است که باید اهالی بیایند به تشخیص. برای چی اهالی برای تشخیص برای طبابت نمی روند؟ خیلی سوال مهمی است. بینندگان عزیز باید توجه داشته باشند که بعضی ها از این بیماری آگاهی ندارند و بعضی ها می ترسند و این ترس و نگاه بدی که به افراد که با ونما زندگی می کنند سبب می شود که افراد شوق نداشته باشند به تست گذراندن. ما باید بدانیم شخصی که با ونما زندگی می کند گناهکار نیست، یک بیمار است، مانند سایر اهالی است، حق و حقوقش بر طبق قانون اساسی جمهوری تاجیکستان مانند سایر اهالی است. پس هیچ تبعیض قانونی ما نداریم. تنها مشکلی که هست ترسی که بین مردم هست. مردم نباید بترسن از این بیماری، بلکه باید از تشخیص بگذرن و به طبابت، به غیر طبابت بروند اگر بیمارند. به اندیشه من بسیاری اهالی فکر میکنند که این بیماری تنها توسط همون علاقه جنسی میگذرد. شما در این اندیشه چی نظر دارید؟ میتواند یکی از راههای مهم انتقال بیماری علاقه جنسی است. پس اگر افراد علاقه جنسی دارند، من توصیه میکنم که حتما از پرزرواتیو یا ریفولا استفاده کنند و اگر به بیماری گرفتار هستند چنانچه طبابت کنند، حتی اگر از پرزرواتیو یا ریفولا استفاده هم نکنند بیماری نمیگذرد. برای این است که ما میخواهیم اهالی بدانند که طبابت ویچ در دسترس است، با کیفیت است و میتواند پیشگیری کنند از انتقال بیماری به دیگران. بسیاری اهالی فکر میکنند که این بیماری توسط همان علاقه جنسی میگذرد، شاید از حساب همین به طبابت و تشخیص نمیروند. ما باید بدانیم که اهالی گرامی قضاوت نکنند راجع به اشخاص. در رفتار دیگران قضاوت ما نباید بکنیم. ما نباید دنبال این بگردیم که چرا شخص گرفتار بیماری شده است، بلکه باید برویم به سبب اینکه چه کار باید بکنیم که آن فرد مهربانی باشد با او، طبابت باشد با او را در جامعه بپذیریم. کار انسان‌ها قضاوت کردن نباید باشد. به این خاطر است که فرد فکر می کند که دیگران به او قضاوت بد می کنند و می ترسد و نمی رود برای تست. خصوصا این را ما بیشتر در خانم ها داریم که خانم ها نگرانند که مورد تهمت
یا مورد نگاه بد دیگران نشود. ما باید بیاییم دست به دست هم بدیم، این ترس و واهمه را از بیماری ویچ اسپید یا ونیمیا برداریم و به اهالی شوق‌آوری کنیم که دیگر نمی شود به کسی قضاوت کرد، بلکه باید همه با هم مهربان باشیم و بتوانیم یاردانده هم دیگر باشیم. اگر گرفتار هست کسی به بیماری ویچ اسپید، گناهکار نیست، یک بیمار است مانند سایر بیمار. چقدر که شما گفتین این بیماری چند مرحله دارد، می توانستین درباره همین مرحله ها برای بینندگان معلومات بدهید؟ مرحله اول از زمانی است که ویروس وارد بدن می شود. بعد از چند روز فرد می تواند حالت‌های مانند زکام داشته باشد، مانند یک سرماخوردگی، یک تب کم، بیحالی، بیمداری، به این صورت. بعد سالها می رود در مرحله‌ای که یگان نشانه و علامت ندارد و این همان موقعی است که بیماری دارد پیشرفت می کند، ویروس ها دارند دستگاه مسئولیت را از بین میبرند و شخص میتواند بیماری را پهن کند. بعد از آن مرحله پیش از ویچ و ویچ می شود که آن مرحله است که دستگاه مسئولیت بسیار پست شده است، ویروس ها مقدارشان در خون بسیار زیاد شده است. به سبب پست شدن دستگاه مسئولیت بدن، بیماری های دیگر، سرایت های دیگر، بعضی سرطان ها به شخص وارد می شود و آن موقع است که خطر فوت دارد. پس نکته کلیدی که ما داریم این است که هرچه فرد زودتر بفهمد که بیمار است و تبابت را آغاز کند، پیشگیری می کند از واردش مرحله آخر شدن بیماری است و به این خاطر است که آمار جهانی و حتی آمار جمهوری تاجیکستان نشان می‌دهد شخصانی که بر وقت تشخیص و دریافت شدند و تبابت را آغاز کردند به سبب ویچ دیگر فوت نمی‌کنند. ما از مصلحت‌های شما، توصیه‌های شما بسیار بهره‌ور شدیم. از شما پیش از همه تشکر می‌کنیم. من هم از شما و برنامه سالمی عائله تشکر می‌کنم که این فرصت را به من دادند که با اهالی در علاقه باشم و پیام بدم و از همه عزیزانی که این برنامه را می‌بینند باز هم خواهش می‌کنم از بیماری ونیمیا نترسید، نگاه تبعیض‌آمیز یا نگاه با واهمه به دیگران نکنید، قضاوت نکنید و بروید به تست و تشخیص HIV. سلامت باشید. سلام.